تاریخ همش جهله. من دو سه مورد رو فقط نشون دادم، اما من نمیخواستم واقعا مسائل تاریخی رو اعمال کرده باشم. من منظورم این بود که در همه چیز باید شک، همه چیز رو باید از نو بررسی. یعنی این که آقا مذهب چجوری میرسه به ما؟ شما اگر سنی هستید به این خاطری که خانوادت پدر مادرتون یه چیزی رو بسته بندی شده تحویل گرفتید، توش هم نگاه نکردید، چون اصلا براتون از کودکی دیگه این چیز شده که حضرت عباسی بوده اونجا و سوار اسب و مشک رو برداشته، دستش انداختن، مشک رو گرفته، این دستش انداختن، دندونش دادن، دندونش کوب کردن، تبدیل شده بود. این آقا از شاهنامه دزدیده شده. اینو شیخ عباس قمی از شاهنامه دزدیده که من ذیل آیتم موکل آب فرات بودن توی روبریک آب، کلمه آب، بعد این نشون دادم که این مدیکه اینو از شاهنامه فردوسی دزدیده. این گرامی توی جنگ مشکم نموده، پرچم میگیره این دستش دستشو میمیدازن، این یکی با تیر میزنن، دندون میگیره فلان، تا بالاخره علم نمیمونه مثلا. خب اینا رو وقتی که هی از کودکی پدر من خدا رو قبول نداشت ولی غلام حضرت عباس بود. نمیدونم علی و فاطمه و اینا کار نداشت ولی نو حضرت عباس. خب این از سر پوشش خوندن باورش شد دیگه، نرفته که با هم فکر کنم اعتبار. من حرفم این بود که یه بار میگه همه چیزا از بریزیم دور و اگر چیزهایی داریم با شک و تردید بهش نگاه کنیم و اینا رو نو کنیم، ببینیم چقدرش واقعا یاغست، چقدرش حقیقت داره. یارو آمده اینو خانم ناطق به من گفت که قرار شده حالا برای من بفرست یک کتاب، در واقع یه بابای آمده تا زمان عیسی تاریخ چیز رو، قمری و هجری رو، قمری و میلادی رو با هم تطبیق کرد. آقا عاشورای سال 64 هجری تو زمستون بوده. حالا شما به من بفرمایید اون تابش آفتاب و نمیدونم خیس عرق شدن و نمیدونم ده دادن از تشنگی نمیدونم تو زمستون. خب اینا مسئله نیست چون من به یک آدمی که متعصب هست بگی فوری کارش از مخ به مشت میکشه، دوباره شما رو سرزنش فیزیکی میکنه. خب تعصب دیگه. من میگم این تعصبات نداشته باشه و در همه اینا شک کنید، در اینکه همه اینا قلابیه، همه اینا دکون یه عده مشخصی.